سلام خدمت شما همراهان عزیز. موضوع امروزمون از اوناست که هنوز برای خیلیا یک معمای بزرگ باقی مونده. مثلث برمودا. مثلث برمودا که به عنوان مثلث شیطان هم شناخته میشه، یه منطقه تو اقیانوس اطلس شمالیه که به دلیل ناپدید شدن اسرارآمیز کشتی‌ها و هواپیماها معروف شده. این منطقه بین نقاط میامی، برمودا و سانخوان واقع شده. در طول سالها تعداد زیادی کشتی و هواپیما تو مثلث برمودا ناپدید شدن. بعضی از این ناپدید شدنها به شکل بسیار عجیب و بدون هیچ اثری رخ دادن که منجر به شکلگیری داستانها و افسانه‌های زیادی شده. بعضی از محققان معتقدند که شرایط جوی و جغرافیایی خاص منطقه ممکنه باعث این ناپدید شدنها باشه. طوفان‌های شدید، موج‌های بزرگ و جریان‌های اقیانوسی قدرتمند میتونن نقش بزرگی تو این ناپدید شدنها داشته باشن. یه تئوری دیگه میگه که گاز متان از کف دریا آزاد میشه و باعث میشه که کشتی‌ها و هواپیماها غرق بشن یا به زیر آب برن. این گاز ممکنه باعث کاهش چگالی آب و هوا بشه که نهایتاً باعث ناپدید شدن این وسایل میشه. برخی معتقدند که میدانهای مغناطیسی غیرعادی در منطقه ممکنه باعث اختلال در تجهیزات ناوبری و الکترونیکی بشه. این اختلالات میتونن باعث گم شدن مسیر و ناپدید شدن هواپیماها و کشتیها بشن. برخی از تئوری‌های علمی تخیلی میگن که مثلث برمودا ممکنه محل برخورد با موجودات فضایی باشه. این تئوری‌ها بر اساس هیچ شواهد علمی قابل قبولی بنا نشدن، اما همچنان به عنوان موضوعات جذاب مطرح میشن. بعضی از تئوری‌های فراطبیعی ادعا میکنن که مثلث برمودا ممکنه یه دروازه به جهان‌های موازی باشه. این تئوری‌ها میگن که این ناپدید شدن‌ها به دلیل انتقال به جهان‌های دیگه یا ابعاد موازی رخ میده. یه تئوری دیگه میگه که مثلث برمودا ممکنه یه منطقه بی‌نهایت باشه که در اون زمان و فضا متفاوت عمل میکنه. این تئوری‌ها به شدت علمی تخیلی هستند، اما همچنان به عنوان موضوعات جالب مطرح میشن. برخی از محققان معتقدند که ناپدید شدنها ممکنه به دلیل استفاده از ابزارها و تجهیزات ناوبری قدیمی و ناکارآمد بوده باشه. این ابزارها در شرایط جوی نامساعد ممکنه درست عمل نکنن و باعث گم شدن کشتی‌ها و هواپیماها بشن. بعضی تئوری‌های عجیب و غریب میگن که تمدن‌های زیرآبی یا موجودات هوشمند دریایی در مثلث برمودا زندگی می‌کنن و این ناپدید شدن‌ها نتیجه برخورد با اونهاست. حالا بریم سراغ داستان‌ها و اتفاقات پر رمز و راز مربوط به این مثلث. بعضی از مشهورترین داستان‌های مرتبط با مثلث برمودا شامل کشتی‌هاییه که بدون هیچ ردی از خدمه‌شون پیدا شدن. یکی از این موارد کشتی مری سلسته که در سال 1872 بدون هیچ اثری از خدمش در اقیانوس پیدا شد. یکی از معروفترین حوادث مرتبط با مثلث برمودا مربوط به پرواز 19. این پرواز شامل 5 هواپیمای جنگنده نیروی دریایی آمریکا بود که در دسامبر 1945 ناپدید شدند. هیچ کدوم از هواپیماها یا خدمه‌شون هرگز پیدا نشدند که این حادثه به یکی از معماهای بزرگ این منطقه تبدیل شد. در دهه 1960 یک کشتی به نام الیزابت ماری در حالی که در مسیر خودش به سمت کی وست فلوریدا بود ناپدید شد. بعد از چند روز کشتی پیدا شد، اما همه خدمه ناپدید شده بودند و هیچ اثری از اونها باقی نمونده بود. در سال 1948 یک هواپیمای DC-3 با 29 نفر در پرواز از پورتوریکو به فلوریدا ناپدید شدند. هیچ کدوم از سرنشینان یا بقایای هواپیما هرگز پیدا نشد و این حادثه به یکی از معماهای بزرگ مثلث برمودا تبدیل شد. یک زیردریایی به نام کا-14 در جنگ جهانی دوم در حال گشت زنی در منطقه مثلث برمودا ناپدید شد. هیچ کدوم از سرنشینان یا بقایای زیردریایی هرگز پیدا نشدند و این حادثه هم به یک معما تبدیل شد.
بعضی از کشتی‌ها و هواپیماها که موفق به عبور از مثلث برمودا شدن، گزارش دادند که شاهد پدیده‌های غیرعادی مثل نورهای عجیب و اختلالات در تجهیزات ناوبری بودند. این گزارش‌ها همچنان به تئوری‌های مختلف و معماهای این منطقه دامن زده. بعضی از دانشمندان و محققات تلاش کردند تا با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته مثل سولار و رادار به بررسی دقیق‌تر و کاملتر این منطقه بپردازند. این بررسی‌ها تا به حال نتیجه قاطعی به همراه نداشته، اما همچنان ادامه داره. مثلث برمودا منبع الهام بسیاری از داستان‌ها، فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی بوده، از فیلم‌های علمی تخیلی گرفته تا مستندها. مثلث برمودا در طول تاریخ به عنوان منطقه‌ای خطرناک شناخته شده. حتی کریستوف کلمب در اولین سفر خودش به آمریکا گزارش داده که در این منطقه شاهد حرکت‌های عجیب و غریب در قطب نما و نورهای غیرعادی بوده. در دنیا مثلث‌های دیگه‌ای هم وجود دارند که مثل مثلث برمودا به خاطر ناپدید شدن‌های اسرارآمیز مشهور هستند. مثلا مثلث دراگون در اقیانوس آرام که به عنوان دریای شیطان هم شناخته میشه. مثلث برمودا یکی از بزرگترین معماهای دریایی و فضاییه که همچنان به تحقیقات و کاوش‌های زیادی نیاز داره. این افسانه‌ها و تئوری‌ها باعث میشن که مثلث برمودا همچنان به عنوان یکی از بزرگترین و جذابترین معماهای دریایی و فضایی جهان باقی بمونه و داستان‌ها و تئوری‌های جدیدی دربارش همیشه در حال مطرح شدنه. اگه از این موضوع خوشتون اومد، ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید و این پست رو لایک کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا نوتیفیکیشن اپیزودهای بعدی براتون بیاد. تا اپیزود بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.